تاجیکستان رو من برای شما نشان بدم. این یکی از پیشرفت‌های تاجیکستان این است. بیا من برای شما عین حال این پیشرفت تاجیکستانشون این را میگویند پیشرفت. بیایید این پیشرفت به سمت شما من برسونم دوستان. این پیشرفت است. این پیشرفت تاجیکستان است. بیایید نوارش رو تماشا میکنیم. هرگاهی که نعمت الله بصیروی 58 ساله تشنگیش را از آب جویباری نزد خانه‌اش میشکند، از آن خوف دارد که بیمار خواهد شد. برای هم خدمت خیلی تنقیسی ما همه در آب همه کسل بیماری ما از همه روی همه آبی که آسامیدنی ما که توزه نیست. برای همه صرف نظر از ذخیره های سرشار آب در تاجیکستان، طبق معلومات رسمی از 10 میلیون اهالی این جمهوری تخمینا 41% به آب بی‌خطر آشامیدنی دسترسی ندارد. این ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی که در دوران یک بار اینجا رو گوش کنید دوستان. عینه گوش کنید اینجا رو. کسل بیماری ما از همه گوش کنید اینجا رو. آسامیدنی ما که توزه نیست. برای همه صرف نظر از ذخیره های سرشار آب در تاجیکستان، طبق معلومات رسمی از 10 میلیون اهالی این جمهوری تخمینا 41% به آب بی‌خطر آشامیدنی دسترسی ندارد. شما ببینید 41% اهالی تاجیکستان به آب نوشیدنی درست دسترسی ندارد. تمام مریضی های تاجیکستان تقریبا امروز از روی همین آب هاست. شما همین آب کثافتی همین آب رو نگاه کنید. همین خانواده از همین آب می نوشند. از همین آب کثیف اینها هر روز میخورن. در اولی نوار شما ببینید آب و روغنی بالای همین آب رو شما میبینید چگونه روغنی کثیف در همین آب وجود دارد، در حالی که در سازمان ملل هر سالی که جمهوری رحمان رو میرود برآمد میکند از نوشیدن آب، از آبی تاز، از پیشتاز بدن حکومت خودش در همین ساحه صحبت میکنه. و ما میدونید چقدر ذخیره های آبی در تاجیکستان داره. به خدا عیب و شرم است. این نمیگویم پیشروی. این پیشروی آینده تاجیکستان است. همین است که امروز در بلاگرها ملاگرها خلاگرها نمیفهمم هر روز میبروید تشویق توزیع میکنه در بیرون میبروید. این است پیشروی شما. این است کاروباری شما در جهان. نزد خانه‌اش میشکند، از آن خوف دارد که بیمار خواهد شد. برای هم خدمت خیلی تنقیسی ما همه در آب همه کسل بیماری ما از همه روی همه آبی که آسامیدنی ما که توزه نیست. برای همه صرف نظر از ذخیره های سرشار آب در تاجیکستان، طبق معلومات رسمی از 10 میلیون اهالی این جمهوری تخمینا 41% به آب بی‌خطر آشامیدنی دسترسی ندارد. این ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی که در دوران شوروی ناحیه کاخازآباد نام داشت میگوید آب جویباری که آنها مینوشند از هر نقطه نظر خطرناک است. پایان‌های مقصد از سرزمین‌های کشاورزی که میکنن حولینای نزی حولگی اکثریتش در همین بعضیش در زعبرو میره. همه نمودی دارو پارو همه چی را داره در درونی وای. افلاسی هم میاد، تمام غذایی ها میبیه. البته را او آدم کسل میکنه. خبرنگار فرانس پرس خاطر نشان میکند که اثنای تهیه گزارش نزدیکان بصیرف در همان آب جویبار برای دسترخوان نصفی روزی میوه و سبزیجات میشستند. مؤلفان می‌افزایند نتیجه یک پژوهش که در مجله بریتانیایی نیچر نشر شده است تاکید می‌کند که از سال 1990 تا سال 2020 هر سال در تاجیکستان نزدیک به 1620 نفر از بیماری‌های مربوط به آب افلاس به هلاکت رسیده است. اما برای ساکنان بعضی دهات دوردست این ناحیه جویبار هم یک معجزه دستنارس است. خواجگی ملکه ارمت وی 30 ساله آب را از ماشین‌های آبکشان خریده در حوض زیرزمینی حویش نگه می‌دارد. سوجا آب نیست، اینجا چول است، زندگی همون دشوار است. آب میبود درخت و قامت میافروختن. آبی که در بشکه ها هست تا اینجا نمیرسد. در قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان 25,000 پیریخ وجود دارد که از 3/2 ذخیره آب آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد. ولی زیرساختار قدیمی دوران شوروی
قدرت تأمین اهالی با آب را ندارد. ما در ولایت ختلان جای داریم که در اینجا پایگاه‌های آبکش نوشوکی برای 2800 خانگی باید آب دهیم. آب رو ما از سبب تعمیر طلب بودن تجهیزات ها آب رو دادن نتونسته داریم. از این لحاظ مقصد روزهای نزدیک نصیب کرده باشد ما پایگاه تعمیر کرده به خلق آب میدهیم. دیپلماتیای مربوط به آب یکی از بخش‌های مهم سیاست خارجی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است. تاجیکستان با آرزوی آنکه روز آب پریخ‌هایش تا هر خواجگی تشنه‌لب ختلان میرسد، تشبثکاری چندین قطعنامه و سندهای وابسته به آب در سازمان ملل متحد بوده است. بهار سال روان حکومت تاجیکستان یک برنامه مفصل تأمین اهالی این کشور با آب بی‌خطر آشامیدنی را راه‌اندازی کرده است، اما الحال از پیشرفت آن خبری نرسیده است. همونطور که شما می‌بینید دوستان گرامی، وضعیت در تاجیکستان تا اون درجه را بد است که اون رو به طرف خوبی به ما جلوه میدهند. یعنی امروز یک بلاگر مشهور را میبرن به تاجیکستان و تمام نسل جوانی که امروز نمیداند جامعه به کجا میرود، در فکر غم و درد دیگران نیست، از روحیه و از به اخلاقی اونها استفاده میکند و میآید اونها در میدان میبرد که گویا در تاجیکستان هیچ اتفاقی نافتاده است، همه 100% است. ولی وقتی که ما عمیق‌تر میرویم، وقتی که ما میبینیم، به خلاصه میرسیم که تاجیکستان وضعیتش بسیار و بسیار ننگین است. ما آب نوشیدنی را دیدیم. بیاد حاضر یک مدر دیگر را به نظر میگیریم. این از وضعیت آب و وضعیت بد شدنی حالتی خانواده‌هایی که در کوهسار و در هر مناطق دیگری زندگی می‌کنند آب ندارند. بیاد حالت کم بضاعتی را نظر کنیم. این یک مطلب دیگری است که حالت کم بضاعتی تاجیکستان رو نشون میده. ببینید یک مادر با 5 فرزند، ببین مادری تنها با 5 دختر، بیکار و بی‌درآمد، زندگی یک عائله کم بضاعت چگونه میگذرد؟ یک مادر در تاجیکستان کم بضاعت از 5 دختر دارد. ببینید که چگونه میگذرد. 17 اکتبر روز جهانی مبارزه با فقر اعلان شده است. موضوع کم بضاعتی نادر و تاجیکستان نیست. هر نفر پنجم در تاجیکستان زیر خط فقر به سر میبرد. یعنی از روی معیاری ها بانک جهانی درآمد روزمره کمتر از $3 میباشد. در میان کشورهای نیازمند و محتاج زنهای تنها و پرتافته شده کم نیستند. صدبر قربان یکی از آنهایی است که با 5 دخترش تنها و در بی‌بضاعتی شدید در شهر وحدت به سر میبرد. او به امید کمک پولی دولت است، چون با سبب خردسالی فرزندان نمیتواند آنها را تنها گذاشته از پی کار شود. دختر خردیش 5 و کلانیش 16 ساله است. قربان و میگوید که یک مقدار پیاز و کارتوشکی که حالا در خانه اش است تا یک هفته دیگر تمام می شود و نمیداند آنها را چی انتظار است. 2 سال پیش به کمک خیرخواهان در یک قطعه در بین کوهها از پی بنیاد منزل شد و حال آن هم ناتمام است. در ساختمان خانه من یاری مهاجران رسیده است. من یک پدر پیر دارم، او هم بیمار است و کار کردن نمیتواند، گفت در صحبت با رادیوی آزادی صدبر قربانوف، ساکن محله فیض ریزی شهر وحدت. به قول او تو به این آخرها پدرش به او همیشه یاری میداد و هم از حساب الیمنت فرزند ماهی 120 سومونی مبلغ به دست می اومد، ولی با گفتش این هم هیچ چیز نمی شود. پدرم بیچاره گریه میکند و دیگر یاری دادن نمیتواند و میگوید خودت از کجا میابی، کار کن زندگیت را بر. زندگی هم همین خیل وزنین است، گفت قربانوف. او میگوید که تنها در مکتب میانه تحصیل کرده است، هیچ کسب و هنر ندارد و بعد از هم پاشیده شدن خانواده‌اش تماما در یک حالت ناچاری مانده است. او میگوید از بس که خانه‌اش دیوار ندارد، از امنیت خود و فرزندانش هم نگران است، وگرنه شاید میتوانست کودکان رو در خانه گذاشته به جای برای کار برود. از سوی دیگر کار پیدا کرده برای این زن تحصیل نکرده هم
آسان نیست. او میگوید که اسمش رسما در رویخط کمبیزاتون دولت هست، ولی نه همیشه از کمک‌های پیش بینی شده برخوردار می شود. دو یا سه بار حصه سومونی گرفتم. وقتی بعد این مراجعت کردم چند دفعه گفتن که بانک کار نمیکنه، دیگر با شما پول نمیدهند. یعنی ببینید مثل صدبر در تاجیکستان صدها هزار خانواده از ناداری و کمبیزاتی اذیت میکشند و گاهی نگرانی از ناکافی بودن کمک پولی یا نبودن شفافیت در تقسیم کمک ها صدا میدهد. حالا دوستان گرامی ما دوام این رو نمیخوانیم چون طولانی تر میشود. فقط یک چیز رو اینجا باید ذکر کنیم که دوستان گرامی در تاجیکستان وقتی که ما اگر هر ساحه رو نگاه کنیم وضعیت مردم ما در بدترین شرایط قرار دارد، در بدترین حالت ما قرار داریم. هیچ مادر تاجیک امروز خوشحال نیست که فرزندش در مهاجرت است. هیچ مادر تاجیک خوشحال نیست که فرزندش امروز از سبب ناداری مکتب رفتن نمیتواند، لباس ندارد، غذا پیدا کردن نمیتواند، در حالت تنگی قرار دارد، خانه جای خواب ندارد، لباسی پوشیدن ندارد. هیچ مادر از این خوشحال نیست و هیچ پدرم از این خوشحال نیست. سببگارش یک چیز است: ظلم امام علی رحمان و خاموشی مردم. ما و تو امروز کسانی که جسارت داریم، نیرو داریم، مبارزه برده میتوانیم و میتوانیم وطن را آباد کنیم، نشستیم به یکدیگر انتقاد و تنقید میکنیم و نمیخواهیم آینده وطن را بسازیم. امروز در کنار ما کسانی نیستن که بیایند برای ما خودشان را قربانی کنند. من بارها میگم که ما آماده قربانی در راه مبارزه، در راه مجاهدت بودیم. من برای عمر قوت آماده بودم جانم را بدهم برای تمام کارهایی که میکرد، تمام فرمانهایی که را میداد. باری نشد است که برای من فرمان داده باشد من انجام ندهم. روز 31 دکمبر سال 2014 30 دکمبر سال 2014 وقتی عمر علی قوت در زندان دستگیر کرده شد، من ناترسانه رفتم در نزد سفارت در روسیه، سفارت روسیه و سفارت تاجیکستان پلاکت برداشتم و اعتراض کردم در زمانی که تمام جوانان فرار کرده بودند. در اونجا ایستادم تا اینه که در اون تظاهرات صدای من بلند شود و از راهبر دفاع کرده شود. تا حال عکس‌ها و نوارهایش موجود است. ولی امروز آیا شما از کسانی که همینجا ایستادن مرا گوش میکنن، آیا شما آماده هستید که به فرمان من همچون یک راهبر سازمان اجرا کنید، عمل کنید؟ وقتی من شما را میگم که برادر دینیم، هموطنی عزیزم، امروز فلان نفر نیاز دارد که باید کمک کرده شود، فلان نفر باید جزا داده شود برای ظلم کردهش، شما آماده هستید فلان کار را اجرا کنید؟ من در طول 11 سال مبارزه از کسی یک مبلغ نگرفتم، یک درهم نگرفتم و هر کسی که نشان بدهد که من از او یک درهم دادم، من کاملا استفاده داده از زمین کل مبارزه و مخالفت و مجاهدت خفا میکشم. باری رم این کارو نکردم در تاریخ زندگیم و هیچ وقت رم این کارو نخواهم کرد. ولی وقتی که یک مادر نیاز به کمک دارد باید من و تو در کنارش بشیم. ولی وقتی که یک کثافت، یک نجس نیاز به اون دارد که باید جزا داده شود، باید مبارز، مجاهد، وطن دوست، وطندار پیدا شود که او را جزا داده شود، او را جزا بدهد. امروز چگونه یک پلیس احمق ببراید بگوید که من تمام ریشداران را جزا دادم، این شما ابله‌ها و خرا را باید من چیکار کنم؟ با زبانی الفاظی بدی تاجیکی بیاید یک پرکرار نمیفهمم کی است بیاد حرفای بد بزند و من و تو بشینیم بگیم که ما مسلمانیم و ما تاجیکیم. نواری همون کارمند مقامات در تمام جا نشر شد، همه شما رو تماشا کردید. آیا شما بار آمدید که برادرها و خواهرای گرامی ما آماده ایم همین انسان و امثال ای را چیکار کنیم؟ باید به جوابگری بکشیم، این را باید جزاش بدیم. وقتی که یک چچنیستانی در نمیفهم در امریکا، در اروپا، در روسیه، در هر کجا، در هر مناطق، هر شهری که نسبت یک چچنیستانی حرف میزند پیداش میکنن و جزاش میتین. مگر اونها از ما بناموسترن؟
کجا شد ناموس دینی ما؟ کجا شد ناموس ملی ما؟ کجا شد ناموس تاجیکی ما؟ کجا شد افتخار دینی و ملی ما؟ ما هر روز نشستیم اشک مادر را میبینیم در پیش یتیم بچه هایش گریه میکند، اشک میریزد و من و تو نشستیم و منتظری کدام نجات دهنده سیاره هستیم. هیچ کس پیدا نمیشود برای بجز من و تویی که بتوانیم تاجیکستان را آباد کنیم، آزاد کنیم. هیچ کس پیدا نمیشود بجز من و تویی که برویم همین بدبختا را جزا بدیم. هیچ کسی پیدا نمیشود، منتظر کسی نباشید. همون کس خودت هستی، من هستم. بیا با هم بریم هر کسی را که میخواهیم جزا بدیم. امروز من آمدم با چهره آشکار دعوت میکنم و توی که امروز چهرت پنهان هست باید امروز بر بخیزی و برای جزا دادن بعضی از ظالمان باید دست به کار بشوی. میگفته که فلان روز من خواهم برآمد و من چهره‌ام رو پنهان کردم به خاطر یک روزی که مبادا. امروز روز مبادای ملت است. امروز همون روز تنگی ملت است، همون روز سختی ملت است. امروز در ملت ناموس و اعتبار و انسانیت باقی نمان، همه رو از بین بردن. وقتی اون رسیده است که جزادهی شروع بگردد، وقتی اون شده است که ما بتوانیم ضربه خود را به این نجسا برسونیم. بار دیگر از تمام شما برادران و خواهران خواهش میکنیم که بی‌طرف نباشید و همیشه در راه مبارزه استوار باشید و براید با ما صحبت کنید و آماده انجام دادن کار، از همه مهم آماده خودگذری و قربانی باشید. تا ملت آماده قربانی نباشد ملت پیش نمی رود. تا آماده قربانی بتوانیم. همین جوانی که از تاجیکستان برگشت در یک ثانیه گرفتن به خاطر ریشش کشتنش. همین انسان نمیتوانست خودش را قربانی کند به خاطر ریشش، پیش از آنی که به خاطر ریشش بکشنش. هزارها ریش جوان دیگر رو تراشیدن، خودش ریش داشت و میدانست که امکان دارد ریش ایران بتراشند و ایران بکشند مثل دیگر را. نمیتوانست خودش را قربانی کند و بدون این بردن قربانیش کردن. و همین گونه هر کسی که امروز پشت پرده از ناموس دینداریتان، از ناموس انسانیتان، از ناموس ملتتان دفاع نمی کنید، فردا نوبت شما می شود و هر یک کدوم شما را مثل همین جوان در حالت ذلت میبرند، میکشند. باز میبرند به در خانت، مادرت را نمیمانند که یک عکسی بگیرد از تو. و یک بیگانه میآید، تمام دختر و تمامی بیناموسا را جمع میکنن و او را از او استقبال میکنن. دیگر چی صحبت کنیم با کسی که نمیفهمد، با کسی که درک نمیکند، آماده نیست برای راه مبارزه. به خدا عیب و شرم است. دیگر وقتی شما رو طولانی نمیگیرم، بسیار صحبت کردیم. حالا وقتی عمل است، باید هر کسی آماده عمل باشد. وقتی عمل است باید برویم صحبت کنیم. شماره های من در بیشتر نواره های من هست و شما بروید در سامانه فیسبوک با اسم عبیدالله سعیدی هستم و میتوانیم پیدا کنیم، برین با من در تماس صحبت کنیم و آماده باشیم که برای آینده ملت یک چارچوبی بسازیم که ملت از او استفاده کند و هر کسی که در مقابل این چارچوب، در مقابل ارزش های دینی و ملی تاجیک می رود، باید او به جوابگری کشیده شود. فرقی نمیکند در کجا قرار دارد. باید ملت ما تا اون درجه را آماده قربانی باشد که برود در مقابل هر کسی که در مقابل دین و ملت ما میایستد ایستادگی کند. امروز 1000 نفر میدونیم و اسمشون در سامانه‌های مجازی نشر شده است که رفتن به خاطر دین خودشون قربانی کردن، ولی وقتی که دین در تاجیکستان بدترین حالت قرار دارد از دیگر کشورها خاموشی اختیار کرد. چرا در تاجیکستان داخل وطن خودت همین بدبختایی که امروز در مقابل دین مبارزه میبرن به جزا داده نشود؟ میروید قربان دیگر رو خودت رو بکنی. برای همین دوستان و هموطنان عزیز بر بخیزیم، مبارزه ببریم، آماده شیم و
و خودگذری رو شروع بکنیم.